سلام میکنم خدمت تمامی دوستان و عزیزان که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن از کانال آموزش یوتیوب و آپارات. من امروز با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام ساخته جیمیل رو خدمت شما عزیزان یاد بدم، پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. دوستان اولین کار چی میکنیم؟ وارد فایرفاکس میشیم. بعد وارد شدم به فایرفاکس، خب دوستان وارد فایرفاکس میشیم. خب دوستان وارد فایرفاکس شدیم. اینجا می نویسیم ساخت ایمیل. ساخت ایمیل شو زدیم. وارد الان بیاره وارد همچین صفحه وارد میشیم. ساخت ایمیل رو در زبان گوگل سرچ میکنید و ایجاد حساب و جیمیل رو شما کلیک میکنید. اولین گزینه ایجاد حساب جیمیل رو کلیک میکنید. منتظر بمونید تا باز بشه. خب یه لحظه. خب الان وارد جیمیل میشیم. دوستان شما میتونید چندین ایمیل و جیمیل برای خود درست کنید. برای کسب و کار، برای خود ایمیل بسازید و از اون استفاده کنید. خب الان آورد ایجاد حساب جیمیل. شما روی این قرمز ایجاد حساب حتما کلیک کنید. وارد ثبت نام میشید. دوستان به خاطر اینکه من نتم ضعیفه، به خاطر اون نمیاره. به هر حال ببخشید، وقتتون رو میگیرم. خب دوستان حساب گوگل خود را ایجاد کنید. شما میاد اینجا نام خانوادگی، نام کاربر، گزارواژه و تایید رو میزنید. حالا من مرحله به مرحله بهتون توضیح میدم. شما یه لحظه منتظر باشید تا این کامل باز بشه این صفحه. خب من میام نام خانوادگی خود را می نویسم. این سایت کامل باز بشه تا من راحت تر بتونم به کارم ادامه بدم. خب دوستان الان نام خانوادگی رو می نویسم. اسم من هادی هستش، هادی قاسمی. میام برای خود نام کاربری انتخاب کنم. نام کاربری چیه؟ خب حالا شما بنویسید هادی. باید یه نام کاربری انتخاب کنید که هیچ کس تا حالا انتخاب نکرده. خب میگه این نام کاربری قبلا انتخاب شده، از نام دیگری استفاده کنید. خودش داده موجود قاسمی هی اچ کیو 43 92 21 9. حالا من اینو انتخاب میکنم. گذرواژه میخواد از شما. گذرواژه 100% از حروفات بزرگ کوچک انگلیسی و عددم باشه تا امنیت بالایی داشته باشه. خب حالا من مینویسم خب میریم سراغ مرحله بعدی. خب دوستان مرحله بعدی شماره تلفنتان را به تایید برسانید. شماره تلفن، حالا ما ایرانی هستیم که رو ایران هستش. میتونید تو کشورهایی که ماننده اگه شما تو کشورهای آلمان، آمریکا،
اردن، ارمنستان و کشورهای خیلی دیگه هستید میتونید انتخاب کنید و شماره خود را به تایید برسانید. خب حالا شماره رو من وارد میکنم. خب شماره رو وارد کردم، بعدی رو میزنم. این قسمت رو خوب گوش کنید، رمز تایید. خب دوستان الان به شما 6 رقمی پیامک ارسال میشه. اگه ارسال نشد شما میتونید در عوض تماس گرفته شود رو بزنید، با شما تماس گرفته میشود، شما برمیدارید اون 6 رقم رو مثلا میگه 1 2 3 به شما میگه، شما اینجا میزنید و تایید رو میزنید و میرید ساخت ایمیل. حالا خب من به شما نشون میدم چطوری. بعد اینکه شما تلفن رو به تایید رساندید وارد همچین صفحه وارد میشید. خب شما سال تولد رو باید به 1900 یعنی به 1300 مثلا 60 ثبت نکنید. 1900 مثلا 60 هستید، اون رو انتخاب کرده. ماه سپتامبر ببخشید سال تولد رو میزنم. خب حالا من 978 هستم. ماه آوریل هستم. روز هم 02. جنسیت مؤنث مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی زن. شما هم میتونید نگید یعنی ترجیح میدهم نگویم. خب حالا من مذکر هستم. خب بعدی رو خب همچین صفحه براتون باز میشه که حریم خصوصی شرایط هستش. شما موافقم رو میزنید. دوستان آموزش ما به اینجا پایان رسوند. خوش آمدید. هادی قاسمی. ایمیل ما ساخته شد. شما میتونید هر وقت به شما ایمیل فرستادن در اینجا مشاهده کنید. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه شدید. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و همین کانال آموزش یوتیوب و چه در کانال آپارات ما رو میبینید چه در کانال یوتیوب ما رو میبینید حتما دنبال کنید، سابسکرایب کنید، لایک هم کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. اونایی که از یوتیوب ما رو میبینن حتما سابسکرایب، لایک و علامت زنگوله هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینن. و در آپارات ما رو میبینید حتما دنبال کنید، لایک هم کنید و ویدیوهای ما رو بازنشر کنید. ممنون میشم. در ضمن ما کانال تلگرامی و روبیکا داریم که شما عزیزان میتونید وارد کانال روبیکا و تلگرامی ما شوید و فیلم و سریال های ایرانی بیروت رو تماشا کنید با هیچ هزینه، کاملا رایگان. ممنون. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.